خوش آمدید به کانال کدنویس و خوش آمدید بر یک درس دیگری از HTML. امروز ما با شما میخواستیم یک چند چک باکس برای خودمان سازیم و بسنجیم که با واسطه کدام تگ یا اینکه چطور ما میتوانیم چک باکس ها را در وب صفحه خودمان بسازیم و در کدام حالت ها اساسا ما چک باکس ها را استفاده میبریم. میگذاریم به قسم کد. در کد حاضر ما یکم چیز در وب صفحه خودم دباوید نکردگیم برای همون وقتی که ما میبینیم وب صفحه ما چی خالیه و در اینجا یک چند مثال ما برای شما کشادگیم تا اینکه مثال های انیق باشد. در اینجا دو تا عکس ما کشادگیم که در یکی آنها چک باکس برای چی نوشته I want to receive updates about products and promotions. در اینجا یعنی میخواه اپدیت چیزها را دربارش اینفورماسیون را هر بار که اپدیت شد همون اینفورماسیون در این سبشن روه که یعنی اپدیت نو اومد یا که یکون پروداکت نو برآمد و وقتی که اگر ما این چک باکس را تیک گذاریم وقتی که لاگین کردیم با ما چی میشه و هر بار که یکم نویگری میشه و در پشته ما یا اینکه در نام تلفن یکم چی خیلی که ما ایرا کد نویسیم همون خیلی چی میشه و سبشن ما در میره و میگه که یک چیزی نو برآمد یا اینکه یکم چیز دیگه. در این مثالی که من میخوام شما در انشا بدم در اینجا وقتی که شما میخواین رجیستر کنین در یک وب صفحه شما در یک چک باکس پیدا میشه که I read and accept terms of services. در اینجا شما پالیتیک هایی که در هر یک وب صفحه نوشته شده و اساسا در درون پالیتیک ها میفهمونه که ما در کدام حالت اینفورماسیون شما را استفاده میبریم یا اینکه آیا ما استفاده میبریم نمیبریم همین چیزا را نوشته. اگر که شما همو سگلس اختو ندادنی باشن که ما رازیگی میتم که شما همه کار همه پالیتیکایی که شما گذاشتگیم با همه واسطه مرا انفورماسیون استفاده برده شوه در همون حالت شما چیکار میکنید تیکه میگذارین اگر یه تیکه شما نگذارین شما رجیستر کردن نمیتونید چون که شما پالیتیکایی که ای آدما در وب صفحه خودشون استفاده بردستن با این رازیگی نمیتونید برای همو یگام خیلی شما نمیتونید رجیستر کنید. میگذاریم همه چیزها را با یک جای خمون میگیریم میسازیم و یگام مثال معین قطعی چیکار میکنیم یاد میگیریم چیکار همین چیزا را سازیم. اول همه ما چی نیاز دارم یک فرم دارم نیاز چون که وقتی که ما میخوایم همه اینفورماسیون را که آیا کلیک ما کردم همه تیک کردم همه پالیتیکای را که همه چک باکس را که در اونجا گذاشته شده بعد آیا ما از سگلس اخما دادم و همو انتخاب کردم یا کی نکردم شما باید به طرف بکند یا اینکه جاوا اسکریپت بفرستیم برای همون نیاز داریم یک فرم تا اینکه چیکار کنیم اینفورماسیون را بفرستیم اکشنش در حاضر کار نمیگیریم و وقتی که فرممون میسازیم در ایدرن یک مثال ما میخوام بکنم یک چند چیز دباوت کنیم اول یا اچ سه یک زگلاف که چیکار کنیم لاگین بنویسیم و وقتی که من کمتر پیش کنم تا اینکه تکست خوبتر بتوه برای شما شاید در شما اگر که یگان پیش نبرین تکست نه خیلی مایده بتوه نه که هیچ کنه میکنم ما پیش میبریم تا اینکه خوبتر ببینیم و H3 قطعی یک تا لاگین زگلاف که گذاشتیم و در این درون باید چیکار میکنیم یک تا فرم که در درونش یوزرنیم کتی پسورد داریم همه را چیکار میکنیم در اینجا سرازو دباید میکنیم تا اینکه یک مثالی خوبتر معین شود. در جای اینپوت داریم که تایپش چی گفتیم تایپش تکسته اساسا در اینجا با من نیم میمونم این چیزاش اساسا برای چک باکس یادگیریمون از یاش مهم نیست من میخوام یک مثال معین برای شما بکنم تا اینکه خوشروتر فهمید. در اینجا یوزر نیم مینویسیم و بعد یک آیدیش میتونم چی یوزر نیم و در اینجا یک لیبل میسازم برای همه یوزر نیم هم. در اینجا مینویسم یوزر نیم بعد نقطه میگذارم و وقتی که در اینجا باید بیام در این فرم دا چیکار کنم ایدی را که در اینجا داده بودیم همین را کپی کرده در این درون فرم ما باید بگذارم وقتی را میگذاریم برمیگردیم چه خیلی شما میبینیم ما اوجه یک فرم یوزر لاگین دارم که فقط حاضرش در یوزر نیم داره وقتی کلیک کنم ما در اینجا باید یکم چی بنویسم یوزر نیم و در قسم این را من میخوام که چون در یک خطی نو شوند بازی‌ها را بعد کمتر تغییرات میتم در ایو در اینجاش من پسورد داخل کنم اول پسورد فورشا پسورد میکنیم بخشش پسورد وقتی کردیم این را میگیریم در آیدی میگذاریم در نیم میگذاریم و در تایپش
یعنی که تایپی پسورد ما میخوایم برای همون وقتی میچخیم نقطه 14 تغییر میوه و هیار هم میخوام که ته به ته باشن اساسا بر به بر نمیخوام برای همه چیکار میکنم هرچه در یک دیوای عدل میگیرم تا اینکه یک بلاک های معین خچونده داشته باشن و ته به ته نوشته شوند و وقتی که یارم میگیرم برمیگردم چه خیلی میبینید شما هر یکش در یک خط شه در پایان ای ما سرازو یک knopka را میسازم که knopka نامش لاگینه چه خیلی که شما میبینید اگر خواستی ما یکم ایجاد بجخم کد نویس داخل کنم و در اینجاش سکرت بنویسم وقتی knopka لاگین بجخم در بالا اینفورماسیون ما چی شد فرستاده شد که یوزرنیم برابر کد نویس و پسورد برابر سکرت اکنون حاضر ما شروع میکنیم برای چک پوینت های خمونه گذاشتن اولین چک پوینتی که در اینجا واقعه ما چک پوینتی چی را میکنیم با چی کردن اجازه دادن برای همه پالیتیکایی را که در همه وبسایت هسته همه را استفاده بودن ما در اینجا چیکار میکنیم یک دیوی دیگه میگذاریم در این درون چیکار میکنیم یک لیبل مینویسیم که اساسا حاضر اول همه ما چک پوینت بسازم برای اینکه ما چک پوینت بسازیم ما اینپوت نیاز داریم با تایپی چی چک باکس وقتی که شما اینپوت سازیم با تایپ چک باکس ما اینجا در چند تایپ شک گذاشته بدیم در درس‌های پیشم تکست پسورد رادیو و چیاشه امروز چیکار میکنیم چک باکس شما میذاریم تایپش وقتی چک باکس میمونه شما برمیگردیم با وبسایت همون چه خیلی که شما میبینید در اینجا یک کنوپکه هست که ما وقتی در بالاش زیر کنیم یک تیک در اینجا پیدا میشه که یعنی ما همیشه قبول کردیم و اگر که با در بالاش بچخیم همه گرفته میشه نه که از در برش اگم چی من ننویسیم لیبل شنا گذاشتیم تا اینکه بفهمم همه چک باکس در چی داخل داره ما چی را تیک گذاشته هستم برای همه در جمع در پایین چیکار میکنم رنگی یا اگر که ما در پیش لیبل هم نوشتم تکست در پیش تیک میشید برای همون اینجا در چخاله اول تیک بعد تکست برای همون لیبل شما بعد چک باکس خودم میگذارم در اینجا یک ایدیش میتونم که ما اینجا در میبینیم terms of service گفته است I read and accept ما نامی ایدی اینجا را چی میتونم accept terms میتونم تا اینکه یک نامی معین باشه که من چی را چی که هستم تیک شک گذاشته هستم یعنی قبولش که هستم accept terms و وقتی که را کپی کنم در فور بگذارم و در درون این چی منویسم I read and accept terms and سرویس فقط سرویس و وقتی برمیگردم با وبسایت خودم چه خیلی که شما میبینید در اینجا 6 تا ما پیدا کردگیم I read and accept terms and service و وقتی در اینجا کلیک بجقم یا اینکه در بالای همه بجقم تیک پیدا میشه و برای چی لیبل در اینجا نوشتگی بدیم و ایدی همه را دادگی بدیم برای همون وقتی در بالای تکست کلیک میکنم اینجا چی میشه تیکش پیدا میشه ما اساسا این نمود چک کردیم در اینجا چه خیلیش ما دستین اینجا یک سیلکه اساسا برای اینکه وقتی ما در بالای بچخیم ما را باید به طرف پالیتیکایی که نوشته شده چی چیزا همین وبسایت استفاده میبره همون چیزا در باید بفرسته تا اینکه ما پالیتیکا را بخونیم نه که در عین حال ما نیاز نداریم این چیزا درس ما چک پوینت برای همون ما چیزا استفاده نمیبریم و میگذاریم دیم چک باکس خمون ساختن دیم چک باکس ما چی I want to receive updates and products and promotions این ما اساسا I want to receive update خالی من هستیم دوامش نیاز نداریم مقصد ما دیگر چیز درجه برای همون یک دیوی دیگه من میسازم تا اینکه عدلیم باشه اینجا در چیکار میکنم accept receive updates من هستم ایدیش چی میتونم receive updates و همین ایدی را گرفته در فور میگذارم در فور لیبل و در اینجا تایپش چک باکس باید باشه در اینجا من نام اینپوت ما داخل نکرده بودم برای همون اینجا در نامش accept terms میمونم اینجاش هم receive updates وقتی که اینجا در میگذارم من نیاز دارم تکست شاوز علیش کنم I want to receive updates باید بنویسم برای همون اینجا را دلیت میکنیم I want to receive خطا نکرده باشم receive کامتر خطا کردیم بخشش receive چی updates I want to receive updates و وقتی که باز برمیگردیم با وبسایت فخمون چه خیلی میبینیم دیم چک باکس ما هم هست ایشم چخیم یعنی که هر تشتا ما
اجازت خودمون دادیم که همین چیزا استفاده کرده شوه ما اجازه اپدیت را روان کنه و چیکار کنه اجازه پلیتیکا را ما قبول کردگیم اگر ایش بکشه میشه بچخیم ایتش کلیکش میشوه ایت دیگهش نمیشوه تیکش و حاضر ما همی را انتخاب کرده یا بار لاگین کنم که چی خیلی اینفرماسیون آیا در URL مده میفرستم برای همین ما در جا یوزرنیم من هستم کد نویس وقتی در اینجا پسوردش سیکرت میگذارم ما I want I read شا میگذارم یکم گیشه یا I want شا چیکار میکنم نمیگذارم یا اینکه اول هرچه میگذاریم بعد یا تحتش میگیریم I want شا میگذارم وقتی لاگین میچکم چیکار شما میبینین در این بالا اومده یکم درست‌تر شد چیزایی که اینفورماسیونی که ارائه میکنه در اینجا چه یوزرنیمش کد نویس پسوردش سیکرته accept termش درجه چی کرده بودیم ما نیمی ایره accept terms گذاشته بودیم برای همه چیشی درجه نامی همون را استفاده بود accept terms برابری آن گفت یعنی که وقتی ایجا را اگر نچخدگی باشین چی باز میبینیم که چی میشه وقتی جختیم کلیک گذاشتیم برای همون تیک ایجا پیدا شد آن رو میکنه اینجا ده و receive update هم آنه باز یک بار اینجا در سر کد نویس ما مینویسم سکرت میگذارم و فقط ایریچ میگذارم وقتی لاگین میچخم چه شما میبینه accept terms چی آن اومد اینجا فقط و I receive update یکم چیز ما در نفرستاد یعنی اینکه ما قبولی نداده گیم در جا باور چیخ مونه اجازت نامه خمونه و اگر ایشا بزنم دیگرش نگذارم ایجاش رسیو اپدیتش رو فرستاده میشه و دیگرش نمیشه و وایش که اگر وقتی ما ای را تیک شان نگذاشته باشیم یعنی رازیگی خمون نداده باشیم بعد دیگر لاگین نکنه یا را با واسطه جاوا اسکریپت و پی اچ پی دیگر چیزایی که شما خواهی میخواین بکنین و او میرین میکنین اساسا اینجا در ما فقط درسمون HTML برای همون واشتن ما کار نمیگیریم واشه در درس های آینده چیکار میکنیم میآموزیم و حاضر برمیگردیم یک چیزی دیگر هم میخوام برای شما نشون میدم و وقتی که شما میخواین و در اینجا اگر در رادیو چخل که استفاده بودیم ولیو را اگر در اینجا ما ولیو چیکار کنیم بنویسیم و accepted بنویسیم accepted وقتی که بیایم اگر هیچی نچخیم در اینجا بزنیم چخل میبینین فقط یوزرنیم پسورد چی را فرستاده است از اینجا کد نویس بنویسم سکرت و وقتی که اگر ما ایری دا بزنم تیکشا گذارم لاگین بجخم چه خیلی که شما ببینید در اینجا یوزرنیم کد نویس پسورد سکرت و accept terms چی گفته سوژه accepted ولیوی را که ما در اینجا گذاشتم دیگه ای را منویسه نه اینکه آن یا آن بنویسه فقط در اینجا چیزی ولیوی که من نویسم دیگه میره و همون را در اینجا چیکار میکنه دبل میکنه چه خیلی که شما دیدین اگر خواستم ما در اینجا کد نویس بنویسم کد نویس و سکرت و تیکای هر چه بگذارم از من کپی میکنم وقتی که میجخم I accept terms گفته است accepted I receive updates on برای که در اینجا ما یکم ولیو ندادیم در دیم چک باکس من برای همین آن فقط نشون داده است دفالتش یعنی که اگر ما یکم چه ولیو را نگذاریم چیکار میکنه وقتش اتوماتیکی آن انتخاب میکنه و باز یک بار دیگه طرز دیگه شما میبینیم سکرت بنویسیم و اگر که این accept terms انتخاب نکنیم چی میشه و ما چی شما وقتی کلیک هم بچخیم فقط همه receive update on میگه تمام دیگرش چی یکم چی نمینویسه برای همون یکم جای دمون نیاز داشته باشیم میتونیم چیکار کنیم چیزای خوبونه بگیم received ایرم وقت کمتر خطا نویسم میش کنم میکنه خیلی اینجا را اهمیت ندین و حاضر برمیگردیم وقتی هر دیگه را کلیک میکنم مجیقم در اینجا میفرسته چی terms نه accepted terms accepted میگه و receive update received میگه با همین درس امروزه ما به پایان میرسونیم امیدوارم که به شما درس پسند آمد و شما چیزایی را که در این درس باید میآموختین خوب آموختین و تا درس دیگر خدا نگهدار